چیکار کنیم که روز عرفه ما نمونوی شود؟ یکم، بر وقت خوابیدن. تا توانیم ساعت‌های مثلا 2:30 1 ساعت قبل از نماز بامداد بیدار شویم. این 1 ساعت را به 2 تقسیم کنیم. نیمش را برای نماز شب، یعنی که 2 رکعت 4 رکعت یا هر قدر میتوانیم، نیمی دیگرش را برای سحر خوری. اگر وقت باقی ماند تا بامداد به ذکر گذاریم. دوم، نماز بامداد را در مسجد با جماعت خوانیم. سوم، بعد نماز بامداد تا طلوع آفتاب با ذکر و قرائت وقت را گذارانیم. پس از طلوع آفتاب نماز ضحی را در مسجد خوانیم. چهارم، روز دراز تا میتوانیم ذکر بسیار کنیم. الله تعالی میگوید پس الله را یاد کنید همانند یاد کردن پدرانتان، بلکه بیشتر از آن. یا که یک پاره قرآن خوانیم مثلا. پنجم، بعد از عصر تا شام با دعا مشغول شویم. پیامبر علیه السلام فرمودند بهترین دعا دعای روز عرفه است و بهترین ذکری که من و پیامبران پیشین گفتند این لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر است.